لک شرما از شهر دوشنبه جای دوم. تاجیکستان هر کجا. سراغه غالب آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من است. لک شرما را دریافت نموده به خانه اش رفتیم. از در گروه ما را خوب پذیرفتند. لک شرما در اویله یگانه پسر بوده است. در این آزمون سزاوار جای دوم گرده 30,000 مکافات پولی را به دست آورد. همچنین دیپلم زرحلین را برایش تقدیم نمودند که در آن امضای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان درج گردیده است. مکافات پولی نیو بلکه آن همین دیپلم برایم ارزشی گران دارد، میگوید لک شرما. نمسته، سلام علیکم. تماشابینیان تلویزیونی سفینه رحمتی کالون برای آمدن. این آزمون خیلی خوب بود. در آزمون دوستان نو پیدا کرد. چیز نو آموختم. تاجیکستان زور هست. تاجیکستان آب و هوا خیلی خوب هست. من تاجیکستان را دوست می‌دارم. لک شرما در مکتب بین‌المللی پرزیدنتی در صنف 8 تحصیل میکند. پدرش 1.5 سال پیش با اویلش به تاجیکستان آمد. در این مدت زبان تاجیکی را از خود نمود و به پسرش آموزاند. السلام علیکم. همه شما را خوش آمدید میگویم. برای تلویزیونی سفینه خانه ما آمدم. تشکر زیاد. با من تاجیکستان را بسیار معقول شد. مردم تاجیک هم و من معقول شد. بعضی چیزها در فرهنگ تاجیکی هندی مانند هستند. مثلا در زمین نشستن، با دست خوراک خوردن، حتی با موسیقی ضرب ها با هم مانند هستند. پدر لک شرما معلم اسباب‌های ضربی میباشد. در خانه در وقت‌های خالگیشان با هم تمرین میکنند، سرود میخوانند و با هم خوشحالی میکنند. لک شرما مادر مهربان دارد. زنی خانه در برابر اجرای کار خانه در تربیت فرزندش سهم باریزی دارد. از علم صنعت برخوردار است و سرجمانه تمرین میکنند. ببینید چخل زنگوله در پا با حرکت‌های چست چالاک با پای ضرب میزند. همسرش باشد با طبل هندی با او پاسخ میدهد. پدر لک شرما در صحبت ابراز نمود که ما تاجیکستان را برای خود وطن انتخاب کردیم. جایهای زیبایی دارد که مرا مفتون و شیدا نموده است. در اینجا تاجیکستان بسیار خسروی جایی هست. گذشته سال پیش من پامیر دیدم. در یک کلون بین المللی موسیقی آزمون بود، برنامه بود. پامیر جای بسیار خوشروی هست. من دوباره خواهش دارم که یک بار دوباره من نرنجو برای تماشا دیگر جای کوزانت هست، رومیت هست. تو من یک بار خواهش دارم که در اونجا برای تماشا یک بار دیگر من روم. آره، تاجیکستان بهشتی روی زمین است. طبیعت ناتکرار و افسانویش حتی خارجیان را تسخیر نموده به این منزل و مکان دل بای دادند. همینان گنامی ما پرای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم دل
Parchami kaboyanimo, parchami nangunamimo, porai jismu jani